درود و عشق به شما عزیزان دل، به شما جویندگان نور و آگاهی. امروز تو این لایو اومدم با یکی از عزیزانی که چند وقت پیش باهاش یه جلسه هیپنوتیزم داشتم صحبت بکنم و از تجربیاتش با شما بگه و از مراحلی که طی کرد و دریافتایی که داشت تا جایی که به اطلاعات شخصیش خیلی وارد نشه برای شما توضیح بده. امیدوارم که براتون این اطلاعات مؤثر واقع بشه و یه آشنایی بیشتری با این تایپ هیپنوتیزم کوانتومی داشته باشید و متوجه بشید که چه دریافتای شگفت‌انگیزی میتونید در این مسیر داشته باشید. خب پرنیان عزیزم آماده است، من دعوتش کنم. سلام عزیزم، خوبین؟ چطوری پرنیان عزیزم؟ شما خوبین؟ خیلی خوبم، شما رو میبینم خیلی خوبترم میشم. خیلی خوشحالم، ممنون که دعوت منو پذیرفتی، تو این لایو حضور پیدا کردی. همه این در واقع فرایند کمک به نشر آگاهی هست و من خیلی خوشحالم که امشب شب و روز البته متفاوته، من از ونکوورم، شما هم از ایرانی، شما شبی ما اینجا وسط روزی. خیلی ممنون که این دعوت رو پذیرفتی و امیدوارم که لایو خوبی باشه و اطلاعات خوبی رو بتونیم به عزیزان برسونیم. قربون شما برم. منم خیلی خوشحالم که حالا اومدم تو این لایو یه سری حالا توضیحات در رابطه با تجربه‌ای که با شما داشتم و خیلی هم عالی بود بدم. حالا امیدوارم که حالا دیگه هر سال من در خدمتم دیگه. خیلی عالی. اول اینکه من یه توضیحی بدم که پرنیان عزیز جلسه دومش بود، یعنی بار دومش بود که داشت هیپنوتیزم کوانتومی رو تجربه میکرد و خیلی میتونه کمک بکنه تو این مسیر که بتونیم یه مقایسه کوچیکی هم بکنیم، چون تقریبا 2 تکنیک رو انجام دادیم. البته که تکنیکی که من انجام دادم و همیشه این کار رو انجام میدم تکنیک خود خانم دلورس کانون هست و هیچ تغییری توش ایجاد نکردم. منتها یه تکنیکی که توی ایران داره انجام میشه که پرژین حالا متدش هست، یه سری تغییراتی توش ایجاد کردن که من خیلی دوست داشتم که پرنیان جان در مورد اون تجربهش و مقایسه این دوتا هم اگه فرصت شد صحبت بکنه. خب عزیز دلم، میخوای شروع بکنی تعریف بکنی که مسیر چطور پیش رفت تا اونجایی که حالا دوست داری در میون بذاری؟ آره، کلا هیپنوتیزم، من اولین بار که هیپنوتیزم همین هیپنوتراپی رو انجام دادم، خب اولش یه خورده برام غیر قابل باور بود. مثلا فکر میکردم که اوکی، این چیزایی که من دیدم ساخته ذهن خودم باشه و مثلا اینجوری بودم که نه، مثلا خیلی زیاد جدی نگرفته بودم. ولی خب بعد از اینکه یکی دو بار باز مجدد انجام دادم و حالا آخرین بارم که با خود شما بود، خیلی آگاهی‌های زیادی دریافت کردم و اینجوری بودم که اوکی، مغز من دیگه تا این حد نمیتونه اینجور مسائل رو بسازه و اصلا من تا حالا به یه سری مسائل فکر نکرده بودم. و خب اگه از تجربه‌ام با شما بخوام بگم، خیلی تجربه خوبی بود، چون که دقیقا یه تایمی بود که من بین یه سری مسائل گیر کرده بودم، حالا هم در رابطه با کارم، هم در رابطه با حالا مسائل شخصی زندگیم. خیلی مثلا چالش داشتم و وقتی که شما حالا اون هیپنوتیزم رو انجام دادیم، اون هیپنوتراپی رو انجام دادیم، خیلی مسائل مثلا برای خود من مشخص شد توی اون حالا هیپنوتراپی که با هم دیگه داشتیم. حالا مثلا من یه سری کارماهامو متوجه شدم، زندگی گذشتم رو دیدم که خب اولش استارتش از زندگی گذشتم بود که خب یه سری کارماها من با بچه‌هام داشتم. من تو زندگی گذشتم یه آقایی بودم که یه پسر داشتم و تو حالا نمیدونم یه جزیره‌ای زندگی می‌کردم با پسرم. بعد خب من اون قدری که باید به پسرم عشق نمیدادم، یعنی اینجوری بودم که اوکی فقط صرفا مثلا توی خونه با همدیگه زندگی میکردیم و کلی هم دعوا و جنگ و اینجور چیزا بینمون بودش.
و خب تو اون زندگی من اصلا خودم رو دوست نداشتم، به شدت از خودم بدم میومد اون زندگی. یعنی صرفا مثلا اینجوری بودم که واقعا دوست داشتم بمیرم تو اون زندگی. یعنی حسی که توی اون زندگی داشتم حس انگار مثلا حس مرگ بود بیشتر، که حتی مثلا توی اون زندگی هم من خودکشی کردم. یعنی حالا اینو توی هیپنوتیزم قبلیم دیده بودم، ولی اینجا با دیتیل بیشتری دیدم. یعنی دیدم که آقا اوکی، من لب ساحلم، بعد مثلا کفشم و حالا اون چیزایی که تنم هست رو دارم در میارم و رفتم تو آب و خودکشی کردم. که یادمه که شما حتی از خود برتر منم پرسیدین، حالا وقتی که ارتباط گرفتین، که گفتش مثلا وقتی که آدم مثلا حالا تو یکی از زندگیش خودکشی میکنه، با چالش‌های سخت‌تر و بیشتری تو زندگی بعدیش مواجه میشه. که خب حالا تو این زندگی من باز همون چالش‌ها، حالا چه بسا شاید مثلا بیشتر و حالا شدیدتر رو دارم و که بعد مثلا حالا باشون مقابله کنم دیگه. بعد اینکه حالا بخوام در رابطه با ارتباط با خود برترم هم بگم، اصلا اون لحظه ای که من با خود برترم ارتباط گرفتم، واقعا انگار مثلا یه چیزی درون من روشن شده بود. یعنی اصلا انگار خود من نبودم که داشتم صحبت میکردم، قشنگ اون خود برترم شروع کرده بود و من قشنگ یعنی همش رو یادم ریز بریز که چه جوری جواب سوالاتو میداد، مخصوصا در رابطه حالا با اون چالشایی که خودم داشتم تو زندگی. مثلا حالا قبل از اینکه هیپنوتیزم رو انجام بدم، من از کارم اومده بودم بیرون، میخواستم برم یه شرکت دیگه و خب خیلی بابتش استرس داشتم. یعنی خب به هر حال شغل به نظر من یکی از مهمترین بخش زندگی هر آدمیه و من اینجوری بودم که اوکی، این تصمیمی که گرفتم درسته یا نه. که خود برترم گفت که بهترین تصمیم، یعنی دیگه توضیح اضافه ای نداد، صرفا فقط به من گفت که بهترین تصمیم بوده که مثلا این کار رو انجام دادی و حالا یه استارت جدید زدی. یا مثلا در رابطه با مسائل حالا عاطفی یا مسائل مثلا حالا شخصی که تو زندگیم دارم، تک تک مسائل رو برام قشنگ راهنمایی کرد، باز کرد. انگار مثلا با یه معلم قشنگ داشتیم صحبت میکردیم که قشنگ کامل همه چیز رو داشت توضیح میداد و خب خیلی تجربه عالی بود دیگه. من خودم میگم و هر چقدر آدم بیشتر مدیتیشن و حالا اون به هر حال آگاهیشو بالاتر ببره، چیزای بیشتری میبینه. مثلا من نسبت به سری اولی که یعنی این سومین سری بود دیگه، نسبت به سری اول و دوم آره خیلی چیزای بیشتر و بهتری رو تجربه کردم. یعنی با دیتیل بیشتری خیلی چیزا رو دیدم. مثلا اون زندگی گذشتم و خب خیلی دیتیل بیشتری دیدم. مثلا حتی عروسی پسرم هم دیدم اونجا، مثلا که با یکی ازدواج کرد و من چقدر بهش حسادت میکردم. نه حسادت چیزا، مثلا که دیگه پیش من نمیخواد بمونه، میخواد ازدواج کنه و بره. حالا یه کوچولو تو این زندگی باز با من هستش. مثلا گاهی اوقات مثلا یه ذره به یه سری مسائل حالا اون حسادت رو یه کوچولو دارم. یعنی از زندگی گذشتم بوده این و میگم خیلی تجربه عالی بود دیگه. از شما خیلی ممنونم واقعا. میکنم خیلی خوشحالم. خیلی ممنون که تجربت رو در میون میذاری. یه چند تا نکته رو من اینجا دوست دارم اشاره بکنم، همینطور که خودت توضیح دادی یه کمی کاملش بکنم این جریان رو. خب یکیش اینه که زندگی رو در واقع میبرن نشون اون آدم، اون شخص میدن که کاملا مرتبط مسائلش با زندگی الانش و اینو ما تو هیپنوتیزم شما کاملا بهش رسیدیم که همین که خودت داری توضیح میدی، اینکه یکی دوتا بعد خب همونجا ما نتیجه گیری هم میکنیم. یعنی من فکر میکنم یکی از بزرگترین تفاوت‌های هیپنوتیزم متد اصلی خود خانم دلرس کنون و اون متدی که حالا توی ایران داره اتفاق میفته اینه که تو این متد نتیجه گیری ها همون لحظه انجام میشه و هدف از نشون دادن اون زندگی قبلی اگر وجود داشته باشه همونجا مشخص میشه و اون شخص جوابش رو میگیره و با سوالات هدفمند میشه کامل ربطش داد به زندگی الان. چه اون موقعی که داره اون زندگی در واقع تموم میشه، لحظه مرگ رو تجربه میکنه، هیپنوتیست سوال میپرسه که خب فکر میکنی درست از این زندگی چی بوده و هدف این زندگی چی بوده. و واقعا درسی که اونجا پرنیان عزیز گرفت، همونطور که خودشم مطرح کرد، این بود که
خود دوستی، سلف لاو، یعنی خودمو من اونجا دوست نداشتم و دنبال عوامل بیرونی بودم، مثلا پسرم که اون منو دوست داشته باشه، اونو منو برای همیشه نگه دارم که اون عشقی رو که خودم به خودم ندارم و اونجوری بتونم تأمین بکنم که خب اون زندگی خودش رو داشت، ازدواج کرد و خب این خیلی درس بزرگی برای هممونه پرنیان جان. من خودم هم موقعی که دارم هیپنوتیزم رو انجام میدم خب روی سابجکت های مختلف به هر حال درس های مختلفی هست و خیلی وقتا میتونم بگم تو تمام موارد برای خود منم، شخص منم درس های زیادی داره و این درس خیلی بزرگ و مهمه. سلف لاف، دوست داشتن، عشق ورزیدن به خود، فقط واقعا توی یه کلمه و دوتا کلمه نمیشه خلاصش کرد. خیلی معنای عمیقی داره و اینکه وقتی آدم خودش رو دوست بداره، به خودش عشق بورزه، دیگه نه احساس تنهایی میکنه که شما اونجا احساس تنهایی کردی و دلیل خودکشی اون احساس تنهاییه بود، نه اینکه حالت اینه که آدم از بیرون دنبال یه عشقی بگرده، دنبال تایید بگرده. من وقتی خودم عاشق خودمم اصلا نیازی دیگه به عوامل بیرونی ندارم و انقدر قوی میشم، انقدر خودم اعتماد به نفسم میره بالا که هیچ کس هم منو تایید نکنه، به قول معروف I don't care که حالا کسی تایید بکنه یا نکنه. و این نکته بسیار مهمی بود که ما توی اون جلسه شما بهش رسیدیم و بلافاصله هم از ناخودآگاهت که خواستیم که اومد بهمون کمک کنه و سوالات رو پاسخ بده، اولین سوال همین بود که دلیل این که تو تمام زندگی هایی که ممکن بود پرنیان داشته باشه، این زندگی و این صحنه ها رو بهش نشون دادی چی بود؟ و اون هم دقیقاً اگه یادت باشه همین رو گفت که پرنیان باید خودش رو دوست داشته باشه. پرسیدیم و راه حل هم گرفتیم و این خیلی مهمه، وقتی که سوال میشه و بعد راه حل گرفته بشه دیگه یعنی کار تمومه دیگه. راه حلش هم بگو چه راه حلی بهت داد؟ به من گفتن که یادتونه؟ یه دوره رو برو، دوره آفرین. حسین اونو گفتش برو نگاه کن. خب آره من خیلی وقت بود تهیه کرده بودم ولی وقت نمیشد واقعا ببینم و خب اون تایمی که من کار انجام دادم بعدش اصلا انگار روحم داوطلبانه این کار رو انجام داد. یعنی من خودم آدمی نیستم که خیلی پای دوره و اینجور چیزا بشینم، چون زیاد مثلا با توجه به هیجاناتی که دارم زیاد حوصله‌ام نمیکشه خیلی بشینم، ولی با تمام عشق و وجود پای اون دوره نشستم. تا یه بخشی هم کامل گوش دادم، یعنی یه جلسه فکر کنم مونده که تموم. خیلی آره و عالی. من کامل خودم اون دوره ایشون رو گذروندم و هر بار که برمیگردم بهش بازم چیزای جدید از توش یاد میگیرم. واقعا حسین جان خیلی خیلی با عشق دوراشو برگزار میکنه و خیلی تاثیرگذاره. خدا رو شکر تو این مسیری که ما در واقع برای نشر آگاهی اومدیم و داریم انجام میدیم، خوشبختانه انقدر آدمای آگاه هستن و دارن کمک میکنن که آدم احساس تنهایی نمیکنه. یه مورد دیگه پرنیان جان میخواستم اشاره بکنم اینه که بحث خودکشی که گفتی اینجا خوبه که یه ذره بازش بکنیم. همونجا هم خود برترت اینو توضیح داد. بر اساس حالا دریافت هایی که خانم کنون داشتن توی هیپنوها و همینطور کتاب هایی که تو کتاباشون نوشتم و مطالعه داشتم، هر خودکشی تو هر زندگی 3 تا زندگی اضافه میکنه که اون کارمای اون کار در واقع تسویه حساب بشه. یعنی چی؟ یعنی چرا اصلا کارما به وجود میاد با خودکشی؟ دلیلش اینه که میگن بالانس انرژی رو به هم میزنه اون شخص. چرا؟ چون برای یه قراردادی داشته اومده، برای تمرین یه چیزی، مثلا همین خود دوستی، این که خودش رو دوست داشته باشه، حسادت نداشته باشه، تو زندگیش هدف داشته باشه و چون به اونا نرسیده و آگاه نشده، یه جورایی موقع به دنیا آمدن این پرده، این حائله میاد و ما یادمون میره دیگه برای چی اومدیم و شخص
کم میاره و میبینه فشار انقدر زیاده و بیدار که نمیشه کم میاره، امکانش این هستش که بخواد بره دست به خودکشی بزنه و این بالانس رو به هم میزنه، قراردادی که داشته رو به هم میزنه و برای اینکه تصویر حساب بکنه 3 بار دیگه میاد. حالا خبر خوب برای همه عزیزان که حالا ممکنه توی زندگی قبلیشون بهش آگاه بشن که یه همچین کاری کردن یا اطرافیانشون این اتفاق براشون افتاده و نگران میشن، و برای پرنیان عزیزم خبر خوب اینه که به محض اینکه شخص آگاه میشه به این موضوع که خب اوکی من توی یه زندگی خودکشی کردم و دلیلش این بوده این بوده این بوده، به محض آگاه شدن اون کارما در واقع کمرنگ میشه و دیگه قرار نیستش که چون که یه بار اون کار کرده پرنیان مجبوره که 3 تا زندگی بیاد. پرنیان به محض اینکه آگاه میشه و بهش روشن میشه این موضوع، دیگه اون تمومه. و یه شرط داره اینجا به همه عزیزان و پرنیان عزیزم میگم، یه شرط داره: اعتماد. وقتی که ما این ارتباط برقرار میشه، این صحبت‌های مهم و عمیق میشه با خود برتر، این ارتباطه، این راهنمایی‌ها، این شهود به این واضحی گفته میشه که به قول خودت عزیز دلم که اینا هیچ کدوم انقدر زیاد نمیتونه ساخته یک ذهن باشه. این اعتماد اگر به وجود بیاد، اگر من اعتماد کنم وقتی به من میگه که مسئله اصلیت این بوده که به خودت عشق نورزیدی، پرنیان میاد میره دوره رو شروع میکنه و تمرین میکنه. ولی تمرین اومدیم دیگه، تمرین میکنه تمرین میکنه و it's gone، تموم میشه اون کارمایی که خب برای اون قضیه که اتفاق افتاد براش به وجود اومده. و این خبر خوب بود دیگه برای همه عزیزان. خب بازم یه ذره دیگه میخوای در مورد تجربه و تفاوتش اگه میخوای بگی؟ منم یه مورد دیگه هم هست که میخوام باز اشاره بکنم، دوست دارم که یه صحبتی هم شما بکنی بعد دوباره من یه توضیح دیگه هم بدم. راجع به همین زندگی که مثلا گفتین که اگه خودکشی بکنی 3 تا زندگی دیگر رو باید بیای انجام بدی، اینو من نخونده بودم، یعنی مثلا هیچی نمیدونستم راجبش، که حتی خود شما از خود برتر من پرسیدین گفت که آره درسته مثلا 3 تا زندگی، یعنی اصلا خودش رو من هیچی نخونده بودم راجبش، نه انقدر اطلاع داشتم، مثلا هیچی نمیدونستم. فقط یادمه که اینو میدونست که آقا یه همچین چیزی میاد و اینم بهم گفت که ممکنه یعنی با خودکشی هیچ کدوم از این چالش ها تموم نمیشه، یعنی جوری که مثلا آدم فکر میکنه اگه مثلا خودش رو بکشه دیگه اون چالش رو انجام نمیده، در حالی که اینو من خدا برترم گفت اگه خودکشی بکنی تو زندگی بعدی اون چالش خیلی سخت‌تر میاد، مثلا یعنی اگه مثلا تو زندگی راحت تر بوده این زندگی بعدی قطعا اون چالش رو مثلا به شکلی سخت‌تر میاد تو زندگیت قرار میگیره. و و خب میگم جنس یه چیزی هم همونه، یعنی جنسش همونه ها که یعنی اون درسه آره که باید بگیریم مثلا دوست داشتن خود، ولی شکل و شمایلش متفاوت آره میشه. دقیقا آره همینه. و جالب اینه که من میدونستم اون موقع، قبلا اینو مطالعه کرده بودم و این موضوع رو میدونستم، ولی برای اینکه هیچ زمینه فکری به شما نداده باشم که شما از خود برترت اینو بشنوی که خب تاثیرگذارتر هست قطعا. و جالب بود که دقیقا همون جوابی رو داد که من از قبل میدونستم. خودم تعجب، مثلا شما بعد از اینکه با هم صحبت کردیم، حالا بعد از اینکه هیپنو تموم شد با هم صحبت کردیم بهم گفتیم، من خودم خیلی تعجب کردم، گفتم مثلا من نه کتابشون رو خوندم نه حالا اون اطلاعاتی راجع به این زندگی، مثلا بعد اینکه خودکشی کنیم چند تا زندگیه و اینا اصلا هیچی نمیدونستم، ولی خب خود برترم خودش جواب داد. و حالا اگه بخوام راجع به تفاوتش بگم، حالا جفتش خب خیلی روش‌های خیلی خوبی هن. یعنی هر دوتاش با اینکه یه خورده تفاوت دارن ولی جفتشون خیلی عالی هن. من خودم مثلا این روش ساده تر رو بیشتر میپذیرم، یعنی مثلا مستقیم که با خود برتر ارتباط میگیریم و اونو بیشتر مثلا حالا میپسندم تا اینکه مثلا اون یکم خیلی عالیه ها، یعنی مثلا میری با چندین جا ارتباط میگیری، خیلی آگاهی های بیشتری داده میشه. ولی خب مثلا برای منی که یه خورده مقاومتم بیشتره، خب برای منی که مثلا یه مقداری نسبت به حالا
شماهایی که خب تو این کار هستین خب مقاومت من بیشتره، این تکنیک خب برای من خیلی راحت تر و آسون تره، چون انقدری دیگه این ورما. ولی مثلا اون یکی خب برای اونایی که آگاهیشون خیلی بیشتره میتونه خیلی خوب باشه. یعنی مثلا صرفا اونی که آگاهی بیشتری داره میتونه با متدی که حالا تو ایران دارن انجام میدن خیلی آگاهی بیشتری دریافت بکنه. ولی خب من میگم خودم این یکی رو اوکی تر من بودم، خودم چون میگم هم فیدبک هایی که گرفتم هم بگم با عزیزان و شما در میون بذارم. دقیقا کسانی که هر دو تا تجربه رو داشتن، خود منم هر دو تا تجربه رو داشتم و این چیز ثابته تو همه این فیدبکه که میگن که ما توی این متد خود خانم کنون که به قول شما ساده تره و اونقدر از این ور به اون ور نمیریم، خیلی احساس آرامش بیشتری میکنیم، یعنی استرسی نمیگیریم. من خودم دفعه اول با سیستم پرژین تایپش در واقع هیپنو شدم و احساس استرس میکردم وسطاش، یعنی دوست داشتم بیشتر که اونجایی که رفتیم همونجا بیشتر بمونم و حالا سوالاتم بیشتر پرسیده بشه و هی انگار که با عجله مجبور بودیم تو اون بازه زمانیه هی از این ور به اون ور حرکت بکنیم و خب این یه مقداری باعث استرس میشد و اون ریلکسی که باید اون شخص داشته باشه و تجربه بکنه رو خب یه کمی کمرنگش میکرد. با دیگران هم که من در میون گذاشتم، کسانی که مثل شما تجربه هر دوتا رو داشتن، همه یکسان همین در واقع فیدبک رو دادن و با اون عزیزی که در واقع این کار رو برای من انجام داد، هیپنوتیزم بود در واقع، هیپنوتیزم کرد من رو، خب ایشون دوتا هم خود ایشون هم تجربه کرد و خود اون شخصی هم که داره هیپنوتیزم میکنه، یعنی هیپنوتیست هست یا هیپنوتراپیست، هر اسمی که میشه روش گذاشت، خود اون هم به نوعی به نظر میاد که با این متد وقتی میره جلو اون حالت ریلکس تر رو داره تجربه، خودش هم آروم تره، خودش هم استرس کمتری داره که هیچ ذهنش اینجوری نیست که الان من باید حتما از اینجا به اونجا مثلا شخص رو هدایت بکنم. و در نهایت هدف یکیه، یعنی یک هدف و نتیجه رو داره دنبال میکنه که هیلینگ هست که اتفاق میفته، درمان اتفاق میفته، جواب سوالات اتفاق میفته و کل داستان همینه دیگه، یعنی چیز دیگه ای رو ما دنبال نمی کنیم، نه برای فانه نه برای اینه که بخوایم مثلا حالا ذکر خاصی رو توش بگیریم که مثلا اتفاق خاصی بیفته، چون میفته، یعنی چه ما ذکری رو بگیریم چه نگیریم، چه نمیدونم کار خاص دیگه ای بخوایم انجام بدیم، وقتی که یه سری پرده ها از جلو چشممون برداشته میشه، روشن میشه، درهایی که وجود داشته و نمیدیدیم میبینیم، ثروت هم سرازیر میشه، زندگیمون رو به راه تر میشه، مسیرمون خیلی هموارتر میشه و خب ارتباطمون هم با خود برترمون دیگه حفظ میشه و این خیلی مهمه، این خیلی خیلی مهمه. این پورتاله باز میمونه. اولا که خانم کنان ایشون میگن که میگفتن، البته ایشون که نور شدن، ولی توی در واقع دورهشون و کتاباشون اینو خیلی اشاره میکنن که بعد از این هیپنوتیزم تا 3 روز پورتال بازه، یعنی اگر که فراموش کردن، کسی فراموش کرده سوالی رو مطرح بکنه یا درمانی رو دوست داره که خب بیشتر اتفاق بیفته، هر چیزی رو میتونه تو اون 3 روز بازم بخواد زمانی که داره میخوابه و اتفاق میفته. به علاوه این که افراد آگاهی مثل پرنیان عزیز من، ماشاءالله با سن کمش خیلی من لذت میبرم باهاش صحبت میکنم، وقتی اینقدر آگاه هست و روح بزرگی داره و میره حرفش رو گوش میده، حرف خود برتر رو اعتماد میکنه و اجرا میکنه همه اونا رو، دیگه اون پورتال بسته نمیشه. این خیلی مهمه، این کانکشن برقرار میشه، توی اون کیفیت مدیتیشنش متفاوت میشه، تو مدیتیشن هم همین دریافتا رو داره و اصلا میبینی که میاد میگه که من اصلا مدیتیشنی که قبلا میکردم با مدیتیشنی که بعد از جلسه هیپنوتیزم دارم انجام میدم زمین تا آسمون متفاوته، چه دریافتایی دارم و تموم دیگه. وقتی جواب سوالاتتو میگیری، وقتی هدایت میشی، وقتی شهود بهت میرسه و بهش اعتماد میکنی، خب دیگه دری برات بسته نمیمونه دیگه. درسته؟ موافق با صحبتهای من؟
دقیقا همینه، چون من حالا بعد از اونم یه چند باری مدیتیشن کردم و راحتی مثلا وصل میشدم دیگه، خود به خود مثلا خودم رو قشنگ میدیدم توی یه سری مثلا حالا موقعیت ها و کامل وصل میشدم دیگه قشنگ. خیلی دیگه اصلا خیلی جذاب. موزه. آره، و به نظر خیلی من جذاب. آره، اونایی که اولین بار میخوان هیپنو بشن یا حالا ذهنشون خیلی مقاومت بیشتری داره، با همین تکنیک خانم دولارس کنون استارت بزنن خیلی بهتره. بعد که مثلا حالا به نسبت آگاهیشون بیشتر شد، یه مقدار اون مقاومت ذهنشون کمتر شد، با همین پرشین متد که مثلا تو ایران انجام میدن، خب مثلا بعد از اون تا با اون برن جلو دیگه که بیشتر آگاهی دریافت بکنم. میگم تو اون شاید مثلا اون مقدار آگاهی یه مقدار بیشتر باشه، چون جاهای مختلف میره. و خب وقتی طرف اون رو داشته باشه، اون حس خوب رو داشته باشه، خیلی راحت تر دریافت میکنه، استرس هم نمیگیره. اوکی. دقیقا. حالا یه سوالم ازت بکنم، چون گفتی که من فکر کردم دو بار، دفعه دومت بود، دفعه سومت بوده در واقع. میخوام اینو ازت بپرسم. البته تو صحبتات اول اشاره کردی به اینکه به مرور که این جلسات برگزار شد برات دریافتات و اون ارتباطت متفاوت شد. این رو من میخوام یه مقدار بیشتر در موردش توضیح بدی. دلیلش هم اینه که بعضیا واقعا انقدر درگیر بازیای ذهنشونن و آموزش ندادن، ترین نکردن ذهنشون رو که بتونه آروم باشه و همراستا باشه با قلبشون، با شهودشون. خب خیلی تو گارد خاصی دارن انگار، مثلا ذهن همش هی میاد اون وسط ها، هی دخالت میکنه، نمیذاره کار پیش بره، همش هی میگه نه اینا رو خودم دارم میسازم و این داستانه به این شکل خب اتفاق میفته. و خب اون شخص هم چون هیچ وقت با مدیتیشن آشنایی نداره یا انقدر درگیر گره های ذهنیش هست که اجازه نمیده که از اون قابه یه مقداری هم وسیع‌تر بیرون رو ببینه. حالا میخوام درسته. اینو بگم رفت بدیم به این جریان که ناامید نشن. واقعا من از خیلی اینو شنیدم که خب دفعه اول با دفعات بعد خیلی متفاوت بوده. میخوام این تجربه که خودت داشتی رو بگی که برای اون عزیزانم این به دردشون بخوره که ناامید نشن. این دفعه اول احساس میکنن که خب مقاومت ذهنی داشتن یا احساس میکنن دریافته که دوست داشتن و نداشتن، گیواب نکنن، ادامه بدن. خب آره، من اولین باری که هیپنوتیزم شدم، یعنی هیپنوتراپی رو من انجام دادن، عملا هیچ چیز خاصی ندیدم. یعنی مثلا چون اصلا تازه داشتم با این مسائل آشنا می شدم، یعنی به شدت ذهن مقاوم، یعنی ذهنم خیلی مقاومت داشت. بعد اصلا اینجور چیزا رو خیلی باهاش اوکی نبودم. مثلا اینجوری بودم که نه، اصلا یه همچین چیزایی انقدر مثلا تو ذهنیت خودم اینجوری بود. حالا اون موقع هم فکر کنم پارسال یا پیارسال بود این کارو اولین بار انجام دادم و خب سنم به نسبت خیلی کمتر بود دیگه. مثلا اون موقع مثلا 19 20 سالم بود و خب انقدری مثلا سریع قبول نمی‌کردم که اوکی مثلا یه همچین چیزایی وجود داره. برای بار منطق اول من واقعا دیگه تو لول خیلی بالاییه دیگه، منطق اون تو اون دقیق سنا. اصلا اینجوری بودم که نه. بار اول من عملا هیچی ندیدم، یعنی مثلا یه سری چیزایی دیدم که احساس میکردم بیشتر مغزم مثلا داره، ولی خب اونا هم حتی مثلا خود برتر هم داشت اونا رو، یعنی اونا مثلا ضمیر ناخودآگاه هم بود. ولی مثلا اینجوری بودم که نه، مغزم اینا رو داره بهم نشون میده، باورت حالا با توجه به نمیشه. آره ولی چون اون مقاومتی که داشتم نشد چیزی ببینم خیلی. یعنی نه من زندگی گذشته دیدم، نه مثلا حالا فقط صرفا یه سری چیزای خیلی ساده رو دیدم که به نظر خودم اون تایم ساخته مغزم بود. یعنی اینجوری نبود که حتی اونم میگم باز خود برتر و اون ناخودآگاه هم نشونش داد. سری دوم که انجام دادم، خب یهو مثلا من دو سه تا زندگی رو دیدم، مثلا بدون اینکه مثلا یه زندگیمو دیدم که خب توی یه کره دیگه زندگی میکردم، یه سیاره دیگه بود. بعد حالا اونجا مثلا با یه سری موجودات فضایی در ارتباط بودم، موجودات فضایی کوچولو توی سری دوم. بعد همین زندگی که خودکشی کرده بودم و دیدم، آخرین زندگیم که مثلا حالا با بچه‌ام زندگیم که اونو دیدم، ولی خب دیتیلش خیلی کمتر بود. ولی بازم خیلی بهم یعنی آگاهی ها داده شد. و بار سوم چون حالا بیشتر رو خودم کار کرده بودم، حالا یه خورده تو این داستانا بیشتر قرار گرفته بودم دیگه، خودم میدونستم چه خبر، کارما و نمیدونم خود برتر و ضمیر ناخودآگاه دیگه با همش آشنایی داشتم.
و برای بار سوم با دیتیل بیشتر اصلا دیگه خیلی عادی راحت وصل شده بودم، بدون اینکه اصلا بخوام انقدری مثلا خودم کار کنم و نه، خیلی راحت وصل شده بودم و هر چیزی هم که گفته میشد قشنگ کاملا مشخص بود که مثلا خود من نیستم، یعنی مثلا یه ضمیر ناخودآگاه، یه خود برتر اینجا داره صحبت میکنه و میگم اصلا هیچ ناامیدی نداره. اصلا ممکنه برای بار اول یا حتی دوم آدم واقعا هیچ چیزی رو نبینه، ولی هر چقدر که بیشتر رو خودش کار کنه، بیشتر تو این مسائل قرار بگیره، خودش رو بیشتر تو اون شرایط، حالا مدیتیشن یا مثلا همین آگاهی ها قرار بده، خب خیلی دریافتی بیشتری خواهد داشت تو هر هیپنوتیزمی که میخواد انجام بشه براش. ممنون، توضیحات خیلی کامل بود. من یه تیکرم اضافه بکنم، بازم استناد میکنم به صحبت‌های خود خانم دلورس کنون که ایشون یه صحبت خیلی جالبی میکنن و اصطلاح جالبی رو استفاده میکنن. میگن spoon feed like a baby، یعنی دیدید بچه کوچیک مثلا چند ماه میشه آروم آروم بهش غذاهای نرم و کوچولو کوچولو میدن، توی پورشن حجم کم میدن و یواش یواش این رو هی اضافه میکنه. دقیقا این مثال رو میاره توی بحث هیپنوتیزم کوانتوم و میگه که اونها، حالا موجودات ابعاد بالاتر، خود برتر، اسمای مختلف، higher self، اسمای مختلف روش گذاشته میشه، به اندازه ظرفیت اون آدمی که داره هیپنوتیزم میشه و اون کسی که داره هیپنوتیزم رو انجام میده، هیپنوتراپیست، به اندازه ظرفیتش تو اون جلسه بهش میدن. این رو میتونیم رفت بدیم به همین موضوع و همینطور اون دیسکانکت بودن شخص که مدت‌ها، سالهای سال دیسکانکت بوده، نمیشه که یه کانکشن خیلی بزرگی باز بشه براش و اصلا شاید حتی براش مناسب نباشه. بنابراین همون قدم به قدم، قدم‌های مورچه‌ای، اون اطلاعات کوچولو کوچولو، ذره ذره و کانکشن‌های آروم آرومی که برقرار میشه، انگار هی درباز میشه، هی درباز میشه، هی درباز میشه و میرسه به اونجایی که گره‌های ذهنی باز شده، اون مسیرهای عصبی که از قبل بوده مسیرهای جدید ایجاد میشه و میرسه به اون تجربه‌ای که میگی واو، اصلا خیلی اسپریچوال تر حتی میشه و بودش انگار اصلا عوض میشه و آدم چیزایی رو میبینه که اصلا مدت‌ها لازمه که بهش فکر کنه، آنالیز کنه تا هضمش کنه و خب این خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه. البته بگذاریم که یه عده زیادی هم هستن به خاطر اینکه رو خودشون خیلی کار کردن و مدیتیشن زیاد کردن و ارتباطشون رو به نوعی این کانکشن ها رو آروم آروم برقرار کردن و رسیدن به یه لولی که خب حالا میان تازه برای دفعه اول هیپنوتیزم رو میگیرن. اونا تجربه های بسیار شگفت انگیزی دارن که اصلا نیازی نداره که حتی دفعات زیادتری رو بخوان داشته باشن و دیگه خیلی چیزا بهشون نمایان میشه، کانکشن ها برقرار میشه و دیگه میرن لذتش رو میبرن دیگه. هر چقدر مغز آمادگی بیشتری داشته باشه، هر چقدر ظرفت بزرگتر باشه، به همون اندازه دریافت میکنی دیگه. حالا دیگه بس خود آدم. من که خب آره اطلاعات نبودم، خب قطعا چیزی رو نمیبینم، ولی وقتی آدم رو خودش کار میکنه، حالا مدیتیشن انجام میده، بعد مثلا مغزش رو باز میکنه، بیشتر اعتماد میکنه به یه سری چیزا. خب یه سری چیزا شهودیه و درسته که تو نمیبینی ولی اون حس رو میگیری. وقتی بهش اعتماد میکنی، خب 100% ذهنیتت هم راجع به خیلی چیزا عوض میشه دیگه و بیشتر میتونی دریافتی داشته باشی. ماشاءالله ماشاءالله، به این سن کمت انقدر پخته و قشنگ صحبت میکنی، من کیف میکنم. خیلی ممنون ازت، این اطلاعات ناب و داری در اختیار عزیزان قرار میدی، امیدوارم که براشون موثر باشه. پس نتیجه گیری اینه که ما گیواب نکنیم. اگه حالا دفعه اول خیلی اطلاعات زیادی دریافت نکردیم، ادامه بدیم که برسیم به اون کانکشن اصلیه که دیگه حاضر نیستیم بهش قیمتی از دستش بدیم. یه مورد دیگه هم من میخواستم صحبت بکنم، در مورد این بود که خب خیلی وقتا بعضیا ممکنه این برداشت رو بکنن که خب اوکی دیگه، ما الان بریم یه همچین کانکشنی برقرار بشه، شهود داشته باشیم و بدونیم و با ابعاد بالاتر ارتباط بگیریم، زندگی زمینیمون چی میشه؟ نکنه اینو از دست بدیم، نکنه بشیم نمیدونم این مثل این
درویشای فقیر رو فقط به عرفان فکر کنیم و مثلا این چیزها رو من خیلی میشنوم. نه ما نمیخوایم مثلا روتین زندگی الانمون به هم بخوره، ما نمیخوایم زندگی فیزیکیمون مثلا صدمه بهش وارد بشه. اینو قبل از اینکه من خودم توضیح بدم دوست دارم که تو از تجربت بگی که آیا درست فکر میکنن یا اصلا مسیر فکرشون اشتباهه. خب اصلا آدم وقتی این تجربه رو مثلا حالا این چیز رو امتحان میکنه و تجربه میکنه، همین هیپنوتراپی و هیپنوتیزمو، کلا زندگیش متحول میشه. یعنی خیلی نسبت به قبل بهتر و رهاتر زندگی میکنه. اصلا اینجوری نیست که لزوما زندگیش ول بشه، رها بشه. چرا؟ اتفاقا تو اون روزمرگی ها، تو اون کارهایی که داره انجام میده خیلی موفق تر رفتار میکنه، خیلی موفق تر برخورد میکنه. یعنی مثلا ممکنه طرف تا یه تایمی همش شکست میخورده، مثلا تو یه مسئله همش دائم داشته شکست میخورده، ولی وقتی مثلا متوجه میشه که داستان از چه قراره، حالا داستانش تو زندگی قبلیش چی بوده، تو این زندگی چه کارمایی داره، چه چالشی داره، و هر چقدر قلبش رو بیشتر باز بکنه و شهود دریافت بکنه، خب ممکن اصلا تو اون کار خیلی راحت‌تر، موفق‌تر هم بشه حتی. یعنی زندگیش خیلی رو به بهتر شدن میره. حالا نه لزوما آدم بره یه درویش، نه اصلا این خبر. اتفاقا میگم زندگی خیلی بهتر میشه و هدفهای بزرگتر آدم برای خودش میچینه، چون متوجه میشه که آقا داستان از چه قراره. مثلا این نیست که لزوما ما بیایم یه کار خیلی ساده رو تو روز انجام بدیم و بریم. نه، خب ما خیلی فراتر از اون چیزی که هست کار داریم اینجا. و آفرین. اصلا میگم ذهنیت پی میبره به قدرتش. دقیقا، و آفرین. متوجه میشه چه کارایی میتونه انجام بده. مثلا فقط مغزه که اجازه نمیده آدم مثلا یه سری مقاومت ها داره، نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده، وگرنه وقتی که اونو متوجه بشه میتونه کامل جلوی مغزش رو بگیره و میگم با اون شهودی که داره جلو بره. یعنی اینجوری نیست که لزوما مثلا یه چیز بیاد مانع بگه نه نه نه، قشنگ کامل با اون شهودش جلو، میگم موفق تر هم میشه حتی. عالی. اصلا انقدر جوابت کامل و قشنگ بود که من اصلا چیز دیگه نیاز نیست که اضافه بکنم. دقیقا همینطوره. و میشه حتی تو سوالاتی که ما برای مصاحبه یه تایمی رو در نظر میگیریم قبلش، این هم ذکر بشه اگر که بین تصمیم جدی مونده، بین سر دوراهی یا حتی 3 تصمیم مختلف تو کار، توی رابطه، توی مسائل واقعا همین روی سیاره زمین هم احساس اینو میکنه که واقعا دیگه انگار به کمک احتیاج داره، خودش نمیتونه تصمیم درست رو بگیره، یا حالا نگرانی هایی داره. مسائل همه مربوط به مسائل سیاره زمین و فیزیکی هم میشه که سوال پرسیده بشه و خیلی خیلی خالصانه، دوستانه و با مهربانی تمام جوابش رو میدن، چون اصلا هستن و برای همین موضوع، برای کمک، برای راهنمایی. و وقتی که میبینن که شخص هم اومده دنبالشون، دنبال اون برقراری ارتباط هست، خوشحال میشن، میگن بالاخره اومد، بالاخره بعد این همه مدت اومد. 20 سالش شد، 30 سالش شد، 40 سالش شد، در زمانی که به دنیا آمدی یادش رفته. اینا رو قبلا بهش گفتیم، با هم حرف زدیم، با هم هماهنگ کردیم، خودش هم یکی از ماها بوده و حالا که اومده یادش رفته و چقدر درگیر مسائل بیخود شده. یعنی اصلا نیازی نبوده انقدر برای خودش چالش ایجاد بکنه. و وقتی که میاد این اتفاق میفته، نزدیک میشه، میگن بالاخره اومد، بالاخره حرفا رو داره گوش میده. جالبه که نمیدونم، حالا یادم خاطرم نیستش که تو جلسه شما هم همچین جوابایی میگرفتیم یا نه. تو اکثر مواقع وقتی که سوال میپرسیم از خود برتر که حالا مثلا جواب این چیه، چی کار باید بکنه، میگه که بارها بهش گفتیم، بارها بهش گفتیم، گوش نمیده، گوش نمیده. نداشتیم. آره ولی تو خیلی از مواقع اینو میگن که she knows it, she knows it، مثلا میدونه اینو رو. بابا میگه خب اوکی، روشنش کن، بیشتر بگو، بازش بگو، مطلب بذار واضح بشه بعدمش. میگه نه ما خیلی بهش گفتیم. میگه خب چجوری بهش گفتیم که توجه نکرده؟ میگن مثلا آدمای مختلف رو فرستادیم، از طریق نمیدونم اتفاقای مختلف بهش گفتیم، ولی توجهی نمیکنه و توجهی نکرده. اونجاست که کسی که هیپنوتیزم
داره میشه، بعد که به ریکوردینگ گوش میده میگه او آها حالا فهمیدم من اهمیت نمیدادم، انگار یکی به من میگفت این کارو بکن یا این کارو نکن، یا یکی اومد پیامی به من داد، یکی تو خیابون داشتم راه میرفتم 2 نفر داشتم با هم حرف میزدم و این جواب اون سوال من بود، اینا پس فرستاده ها، اینا همون پیاما. و یواش یواش آماده دریافت که میشه و دریافت که میکنه، مثل شما که داری میگی اصلا زندگی آدم تغییر میکنه، پی میبره که شهودم این بوده حالا بهش اعتماد کنم و اصلا دیگه زندگی فیزیکیش هم متفاوت میشه و تموم. آره دیگه اصلا دیگه روی یه سری مسائل آدم گیر نمیکنه. مثلا وقتی یکی ناراحتش میکنه یا یه بدی در حقش میکنه، خب اینجوری نیست که بخواد بیفته دنبال انتقام یا مثلا ازش کینه به دل بگیره ناراحت بشه، چون میدونه که آقا اگه مثلا فلانی این رفتار رو داره، خب چالش روحشه، یعنی چیزی نیست که دست خودش باشه یا تقصیر خودش باشه. این روحش انتخاب کرده که اینجوری بیاد زندگی بکنه و وقتی اینو متوجه میشه دیگه نه از کسی به انقدری ضربه میخوره و نه از دست کسی انقدری ناراحت میشه. در واقع آفرین. عملا مهم نیست بر میگه خب آفرین. اوکی و اینکه زندگی ناآگاهه خبر نداره دیگه، یادش رفته. دقیقا. و تو اگه کننده هم میتونی باشی تو اون لحظه که مثلا طرف یه رفتار بدی داره نشون میده، تو نه بس بدترش رو نشون بدی، میتونی بهش بگی آقا مثلا خب چرا، میتونی راهنمایی بهش بکنی، بگی که مثلا یه همچین چیزی هستش که مثلا تو داری اینجوری رفتار میکنی، میگم خیلی میتونی راهنماییش کنی تا اینکه میاد دیگه که چجوری رفتار بکنی. و آره من اینو اسمشو میذارم و بارها هم گفتم اسمشو میذارم یعنی اینکه به درجه بالای پذیرش آدم آره میرسه. آره. دقیقاً آدم مثلا یه خیلی چیزا رو میپذیره راحت. مثلا اگه یکی میگه نمیخواد، خب میپذیره که آقا قراردادمون تا همینجا بوده، قرارداد روحمون، تو رو آره. به سلام منو به رو به سلامتی. آره آخه میفهم. من آره خودم هستم، تنها نیستم. من بزرگم It's big me منم دیگه، من این همه توانایی دارم، پی بردم بهش و اصلا احساس تنهایی نمی کنم، احساس ناراحتی نمی کنم، احساس نگرانی نمی کنم. I'm protected. من حمایت شدم، من حفاظت شدم، باید پس نگران چی باشم؟ تموم کار. من اعتماد میکنم. وقتی اعتماد بکنی به سیستم هم تو رو قشنگ مثل یه جریان میبره دیگه. مقاومتی وقتی وجود نداشته باشه جریان هم تو رو میبره. دقیقاً خیلی دقیقاً. ممنونم پریان جان که وقت تو گذاشتی و بسیار سپاسگزارم ازت. امیدوارم عزیزانی هم که چه تو لایو بودن چه بعدا این ویدیو رو تماشا میکنن بقیه کافی رو برده باشن و پیام هایی که توش بوده رو گرفته باشن و اگرم که دوست دارن این تجربه ناب رو داشته باشن و به هر حال همه یه سری مسائلی هست که باش درگیرن، یه سری سوالای عمیقی هست که جوابشو نگرفتن و این مسیر میتونه بسیار مسیر مناسبی باشه براشون. امیدوارم که شرایط براشون مهیا بشه که بتونن از این تجربه ناب، من اسمشو میذارم واقعا تجربه ناب استفاده بکنن. هر عزیزی هم که دوست داشت که این در واقع جلسه رو با من داشته باشه میتونه تو دایرکت پیام بده، حتما کمکش میکنم، راهنماییش میکنم و تایم رو با هم هماهنگ میشیم. به امید خدا تو این مسیر همه دست به دست همدیگر رو کمک کنیم تا بله تا در واقع کمک بکنیم به انرژی کل جهان هستی، انرژی قشنگ پخش بکنیم و تمیز کنیم، پاکسازی بکنیم سیاره زمین رو و پاکسازی بکنیم به اون تمام در واقع انرژی جمعی. به امید خدا اگه صحبتی داری صحبتی رو انجام بده و دیگه بعدش تموم نه دیگه بکنیم. کامل همه چی و هم شما خیلی خوب توضیح دادی، منم که حالا هر تجربه بود توضیح دادم و ازتون خیلی ممنونم. خیلی تجربه خوبی بود واقعا و آره دیگه عالی بود دیگه، همین رو میتونم بگم. خیلی عالی، خیلی ممنونم. هر به ممنونم. خدا بزرگ میسپارم تا حالا لایوهای بعدی. خدا نگهدار.